سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم که دارین بازی‌ها رو می‌بینین. این یه بازی‌های معمولی نیست، متفاوته. یکی از متفاوت‌ترین بازی‌هایی که تا الان ساختیم. دلیل مهمش اینه که محمد رضا شایع اینجاست. به افتخارش. سلام عرض ادب. خیلی مخلصم. دمتون گرم. شاله خیلی شکر. صدای من دارین الان درسته؟ بله صدا هست. خیلی شکریم. سلام عرض ادب. چه خبره؟ حالت چطوره؟ دلم برات تنگ شده بود. منم همینطور. خیلی هنوز تو خیابون منو میبینن میگن تو محمد رضا از ترکیه اومدین؟ ما سه روز کلا اونجا بود. کلا فکر کنم ما یه پامون اینور یه پامون اونور. آره ولی جفام خدا رو شکر اینجاست. خیلی شکریم. خدا خیلی خوشحالم میبینم. باعث افتخارم. نشده که این خاطره رو برات تعریف کنم. الان تو برنامه میگم. کمتر از یه هفته بود از برنامه گذشته بود. من و حسین رفتیم رامسر، ساعت 2 صبح رفتیم دل و جیگر بخوریم. به به. آره جای همگی خالی. 2 صبح رفتیم فداتون بشم دل و جیگر بخوریم. فقط دل و جیگر. خب میفهمید. برنامه یه سمت دیگه میرسن. بله. یه آقایی، یه پسر جوونی از دور منو دید، دوید منو بغل کرد. گفت من به عشق محمد رضا شایع یه هفته است که دیگه نمیزنم، مواد نمیزنم. به من میگم علی آقا بعد برنامه خدا رو شکر. اون برنامه علی آقا اینجوری بود که خیلی یادتون باشه بهتون گفتم که بپرسین هر چی که هست رو بذاریم بگیم. بعد فکر میکردم که شاید خیلی دیدگاه نسبت به اون انقدر من باز همه چیمو گفتم و اینا یه ذره این شکلی نباشه، ولی به خودم هم خیلی فهمیدن که عوض شدیم، عوض کردیم. خدا رو شکر. آره خیلی یه کسی که گفتی کمک کرده تو عوض شدنت اینجاست. آره مشیه به خدا، قلبش سفیده. من الان خیلی از رفیقامو گفتم اومدن که اسمشو میگی؟ فرشاد. به افتخار فرشاد یه دست بزنیم. عشق منی. اصلا من عاشق فرشاد شدم. انقدر درجه مامشش عزیز دلی. محمد رضا شایع داره یک تجربه متفاوت رو انجام میده، داره بابا میشه. بله. اینم که دست زدن اصلا از اول تا آخر دسته. تو اون برنامه نگفته بودم نه؟ تو اون برنامه نگفته. نه ما اولاش بود. آره ولی به من گفته خبر ازدواج تازه داده بودیم. آره یهو بچه هم میگفتیم یه گیرپاش میشه. تو اون برنامه ولی من میدونستم که به زودی قراره شما پدر بشیم و خیلی زوده، یعنی چند روز دیگه هست. چند روز دیگه. چند روز دیگه ایشالله. تو بغله. مرسی. دم شما گرم. مرسی خیلی ممنونم. یکی از کسایی که 404 شو متفاوت شروع میکنه تویی. خیلی متفاوت. خیلی. یعنی یه جور دیگه است. آره اصلا. بعد میگم پدر مثلا مادر خب حسش میکنه، منم دارم میبینم یه موقع تکون خوردنشو، ولی میگم پدر وقتی که میارنش چش تو چش میشی تازه میفهمی دنیا مثلا اینه، من نبودم که. عزیز. میگن اینجوری میشه. خدا بهت ببخشه. ان شاءالله دومی، سومی، بچه‌های بیشتر، چهارمی. عددها رفت بالا و از این حرفا. سال آینده ما آلبوم هم محمد رضا میشنویم ان شاءالله. 100%. اصلا این سال خیلی کم کار بودم. ما هر سال همیشه پر. آره. آلبوم درجه 1 و اتفاقا و ان شاءالله درجه 1 شو دیگه شما میگی. تورگی آهنگی بود که یهو انگار که سیستم آهنگا رو عوض کرد. واقعیتش این بود. به خدا تا قبل از اون انگار همه آهنگا عاشقانه بود، یهو بعد از تورگی رفاقت دوباره انگار مد شد. دوست داری خورده راجبش حرف بزنی؟ من واقعی نوشتمش، همیشه آهنگام واقعی می نویسم. شاید اون برهه که تورگی رو نوشتم اون برهه‌ای بوده که به رفیقام نیاز داشتم و رفیقام چقدر بودن حسش کردم نوشتمش دیگه. انشالله که پسندیده باشن، یعنی پسندیده باشن که دیگه خیلی انشالله که آندرگرند نیست پسندیده. آره انشالله که گوش شده باشه به تنشون. آره واقعا.
من میگم حالت چطوره دست میزنه رفیقاش آورده همه براش دست بزنن علی آقا دی دستش چجوری شده؟ آره من اصلا حالت شلوار رو نگاه کن شیشی مثلا واسه علی آقا قفل بود اصلا خیلی از یه وضعیت شلوار و یه وضعیت دیزاین بعدی دو تا جی پایین‌تر دوباره هیچ قربون شما برم. این سوالا رو بعضیاش ازت پرسیدم ولی برام جالبه که بعد از این مدت دوباره ازت بپرسم. اینی که نپرسیدم تو ذهنم، اولین عشقی که تجربه کردی بگو. میگی؟ الان حال نمی‌کنی با شادی اینقدر ماهی چریم نه نه شادی که از اولش بود ولی اولین باری که به خودم خیلی بده با دمپایی تو صف نوش‌لواش بدم. یه خانومی رد شد سیویل فابریکی هستم، من فردای اون رو سیویلامو زدم اولین بار دیدم. دست به لواش رفتم دنبالشون، گفت چیکار داری؟ خیلی عزیزش گفتم میخوام پدر بچه‌هاتون باشم. چند سالت باز با این زشتی قبول کرد. رفتم سر علی آقا دید 10 دقیقه فهمیدم اصلا تو معذوریت رفت 10 دقیقه بعد دیگه همین بود دیگه شادی و خدا رو شکر. آره خدا رو شکر شادی گردن گرفت. با نون لواش گفتی من گفتم تو برنامه قبلی دیگه عین نی. الان عکسش تو گوشی این رفیقم هستش ولی نشون نمیده به کسی، قول داده. حالا اگه ما بخوایم نه اصلا علی آقا خیلی حال میده ها. نه تو رو اول نه اونو حتی گفتم اگه میشه شادی هم نبینه چون یادش میاد دوباره کابوسا شروع میشه. ما هممون فارغ از اینکه تو رو خیلی دوست داریم خیلی شکر با تک تک آهنگات خاطره داریم لطفه و دوست داریم که همین اول برنامه‌ای برامون بخونی. اگه میشه من آهنگ اول انتخاب کنم بفهمید. من وقتی که برنامه‌مون پخش شد مامانم برنامه رو دید و گفت که چرا من محمد رضا شایعه رو نمیشناختم. یعنی منظورش این بود که چرا تو ماشین وقتی با هم میشستیم عزیز دلی آهنگی از شایعه نمیذاشت. خوشحالم بابت قربونت برم. من براش آهنگ همه من رو فرستادم. خیلی ممنون. همه شما گرم. واقعیتش اینه که همه زنای ایران تاثیرگذارن. هر رشدی هم که تو ایران اتفاق افتاده تاثیر زناست. امروز روز جهانی زن ما داریم ضبط. بزن و تو برای 3 زن تاثیرگذار زندگیت خوندی. بله و خواهر، عشق و آدم دیگه. آره. و امیدوارم که هممون این 3 زن تاثیرگذار زندگیمون رو هم مخصوصا عشق رو تجربه کنیم، هم قدر مادر و خواهرمون رو بیشتر بدونیم. بزن چیکار کنیم؟ بعد بزنیم علی اینجوری باید بکنیم. من میگم اگه اشکال نداره ما بچرخیم شما بریم اونجا با محمد رضا. با اجازه به افتخار محمد رضا شایعه. اونجا ممنون. علی چه حالی میده علی آقا کو تو تهران بتونیم دور هم جمع شیم اجرا کنیم. چقدر بزرگ شدی بریم یادت نره دختر خونه مهلت موندن. چقدر بزرگ شدی کاری، چقدر درست بزرگ شدی کاری، مثل پنجه آفتاب بیمونی و من با دلم تو کوچه گل شدیم کاری. اندازه همه شبا شمتم آوا نون چی قد هوا لنگتم، دستات سرد باشه اراده کنی 1 ساعت بهم وقت بدی برات گرم شه. ببخش منو باد کوچه برد همه جا جسگونه برام مثل خونه شد، اما تو دیگه مامانو جا نذار جلو چشماش برگ بده و شکوفه کن. یادت نره دختر خونه مهلت موندنت مهلتمونه، فقط یه شب اگه بی محلی کنی شاید خدا داشت تو به صبح نرسونه. نه تو قصه چیزی رو نکن، دلت از سرچی گرفت غریبی نکن. تا وقتی من زنده ام هر کجا پاتو گذاشتی بده جلو سینتو. توی اتاق بغلی هنو یه مرد مچاله است که اگه لبخند نزنی با خودش به هم میخوره معاملش. میگم
تو رو که دیگه خودم انتخاب کردم. تو جا تو همین مقاله. بگو خوب بریم. من تنهای بدون تو بودم، به دلم یاد داده بودم بمونه تو خونش. گفتم هر کی اومد بگو بره، بگو نه. ببین چه چشمایی داری که به چشم اومد. انگار تا اون موقع جات خالی بود، انگار دنیام همونجا که تو وایسادی بود. انگار این دفعه دل من بازی بود، یکی پیدا شد خاکیشه تو خاک بازیمون. نمیدونم چی نگهت داشت، چی تو من دست خالی دیدی که دلت کاست. سلام که همه پیچه که سفید امزان، تو واس خاطر چی موندی اینجا؟ صدامو میارم پایین چشم، ما دیگه لنگ شماییم چشم. ولی همه این شهر هر کی به پادت به شال بدم جونش بشه جایزش. تا جا تو همین مقاله. بگو خوب هیچی غیر اینو نمیفهممش. بگو خوب حوصله نمیکنم خیلی بخانه. بگو خوب یه بار بگم و دیگه نه. شما تکون نمیخوری یا پیش من، حالا بد یا خوب هرچی پیش اومد پیر میشه میگه. لازمم بود. نگاه کن منو. ماما نگاه کن منو، یه دقیقه ببینیم برو. چی بگم کپق داری دیگه، یه دردم برات رو دردای دیگه. دونه سفیدای تو موات منم، اشکای سر و زیر تو دوات منم، یه عمق خستگی تو پاات منم. نبودم اما تو رو داد زدم، تو هر لحظم که به مو رسیدم. یه روزای دلم هوس خونه میکرد، میخواستم بیام ببینم جون بگیرم. نشدم ما یه وارث کنم رو سفیدم. چقدر لازمم بودی روی ماه تو منو یه چای معمولی. نگاه به هارت تو پورتام نکن، تو اراده کن ما برات پا بچسبونی. تو بخواه من بمیرم برات، ولی نگو بگم که چیزی نمیگم الان. فقط همین که خیلی دستنام، فقط همین که خیلی از شبام خواستم شهر رو بگردونمت، خواستم فقط بخندونمت، خواستم وقتی میام خونه حس کنی یه مرد اومد. خیلی شکرم. مرسی دوستان. چه حالی میده تو تهران، خیلی حال میده تو تهران. میخوامتون کنار شما. مرسی. بازیا به افتخار ما به افتخار محمد رضا شایعه. الان داره تصویر رو میگیره. یه 3 2 1 آرومی نکرد. حسین عشق داداش. حسین اصلا یه چیز عجیبه. یکی گفت انگار 2 بود. اصلا یه بار با یکی داشتم گفتگو می‌کردم تو تلویزیون. گفتم که نشسته بودیم رو صندلی. گفتم که اولین گفتگوی وایساد است تو. آره اولین. یاد برنامه 6 صبح هست. آره وای میستن و این حرفا. سپت بخیر. صبح بخیر و اینا. یه خوره مدل واسطادن اینا مدل تاپ گیره دیگه، آندرگراند و این فضاهای گنگش هم زیاده بابا اینا. آقا ما نشسته بودیم رو صندلی. خب من گفتم که بریم یه آیتم ببینیم. این داستانا اینا بگم آندرگراند و گنگ و میگه. آره بعد اگه بشه اصلا توضیح بده. انگشتات هم داره اینجوری میشه. داداش دیس منو دادن. اصلا یه وضعیتیه. خودم اومدی تو بازی علیو. آخه ببین من واقعا بلد نیستم. فعلا جواب نه. اگر دیدم آدمشه بهت میگم که وقت جوابه. دیس آدمش کنم. آره بابا. بنویسم یعنی. لبخند. فعلا لبخند. فعلا اون جوری که من اداره میکنم حواسم. آدمش باشه خودم میگم حمله. بریم. داشتم این خاطره رو تعریف میکردم. بلش کن میخوای اصلا خاطره رو تعریف نکنم. بذار سوال بپرسم. اگه تو تاکسی بشینی و نشناسنت و آهنگ تو بذاره و نقد کنه، شده همچین اتفاق برات بیفته؟ چیز دیگه شده. چجوری شده؟ اومد تو قسمت کمدای باشگاه بودیم، یارو اومد یارو که یارو دیگه داشت. آقا دوست ندارم بهمون بگم آقا. اومد گفتش که چقدر شبیشی. گفتم که کیو؟ این یارو که صورتشو نمیداد نونش تو این داستان بود. گفتم
در سرویس من اگه قیافش هم نشون نمیداده که اصلا بول در نمیاده. چجوری نوشت این داستان؟ داشت راجع به خودم دیگه وا تیکه کرده بود چی رو دیگه. آره و فکر من میکرد تو واسطه شبیه اون. الان از اون روز مولانم شانس من هر موقع میرسم باشه اون دم کموده، نمیدونم من چیکار کنم. قرآن رخنه کرده دم کمد. ببین لبخند بزن. اگه شرایط بد بود من خودم میگم حمله کن. حمله رو همون موقع. حمله اونجا ولی کله باید بزنی. آقا اون مامان نکن داش. حساب کنم رو. آره پس بعد برنامه ببین نگاه به این وضعیت نکن مثلا شلوار جیم میپوشیم ما اینا. ما خودمون حالا اینو یه بار اینجوری ما خودمون بزنیم. آقا بزن. ما خودمون بزنیم و از علیزیا میشنوی حال میده. تو مصاحبه ادبیاتش عوض نشده بچه. ما خودمون بزنیم. تو مصاحبه گفتم دعوایی بودی، گفت البته تو اون موضوع که بد نبودیم ولی نه. یعنی اصلا یه وضعیت من با به قرآن یه جوری تو ثانیه رفیق میشم با یکی که میبینم مثلا با من اگه دعوا کنی که دیگه خیلی عقلت نه دقیقاً بده. نه دیدم واقعا همه رو دوست داری، به همه احترام میذاری و این خیلی شکرم. حال میکنم آخه. آره خیلی حسن مهمه. بعدم توی شرایطی که واقعا وقتی آدم میره تو خیابون این همه حجم توجه تو بخوای به همه این همه توجه کنی واقعا هنره. واقعا دمت هم گرم. عشق میدم به من دیگه. نباشم من کیم. چی گفتم؟ برو بزن. سخت‌ترین لحظه که تو مسیرت داشتی کجا بوده؟ تو مسیر پیشرفتت کاری دیوونه. خب سخت‌ترین من بی‌کسی‌های اولش و اینکه تو فکر کن می‌خوای کاری شروع کنی تو کله تو مثلا تو میگن این داستان چیه، رفیقت میاد میگه میخوام روسری فروشی بزنم، تو میگی نمیگیره، تو کله اون با اون فکرا میگیره، به کله تو نمیگیره. منم خواستم شروع کنم بابا نکن، من تو کلم میدونستم چیکار میخواد چی میشه، حالا دور و بریا هی دل سردی ناخواسته، یعنی خب میخواستن یعنی بگن که آقا بهتر راهت انتخاب کن اگه بخوان مثلا سردم کنن، ولی سخت اینجاش اونجا بود که خودم داشتم همت میکردم با خودم هم بودم باز میگفتن نکن مثلا دیگه، من که زحمتی نداشتم واسه شما، ای کاش دلگرمی بود اون موقع. میدونی شادی تو گوشیم چیزایی به دلگرمی بزن. به چی میگم واقعا چی گفتی؟ همسر تو گوشی دلگرمی همیشه از اول. آره چقدر قشنگه. آره. چون بهت میگفت میشه. ببین هوا ما خیلی داشته، بهترین رفیقم بغضی قربونت برم. علی آره هوا ما خیلی داشته، الان هم داره. الانم اگر من با یکی تو جنگ باشم با اون طرف آشتی کنم، اگه اون طرف من با من آشتی، یعنی من برم واسه آشتی باهاش به من بی احترامی کرده باشه، شادی دیرتر هم میبخشه، میگه به تو بد گفته، به تو بی احترامی کرده. من یادم نمیره. آره اینجوریه. خیلی دوستت داره، خدا رو شکر. خدا رو شکر هست. ان شاءالله عشقتون پایدار بیشتر. الان که چون روزای آخره نتونستم میادمش. عزیز دلم ما دوست داشتیم که ببینیمشون. اون برنامه ترین حالت دیگه. واسه شادیه. اون برنامه اومد پشت صحنه دلگرمی بود واقعا برای هممون، یعنی بر من خیلی جالب بود که قرمز نشده. نور قرمزه. نه چه درست چه میره قرمز شدی گرمه دیگه، هوا گرمه. نور کجاش قرمزه؟ هیچ نور قرمزی هم نداریم. یعنی اصلا هم قرمزه دیگه بریم واسه چیز. آره نه این اون را اینجا به بعد قرمز میشه. تحریکاتی که من دارم میبینم. باشه بچه. الان حرف سختی شد و گفتی که دلگرمی نداشتی. من میگم ما مردا، ما پسرا یه جای روزگار چکو به همون میزنه که بزرگ میشیم. چکو کجا خوردی؟ چک ها خوردم آخه، چکو کجا خوردمه نیست، ولی میدونی من همش به این فکر کنم که حواسم شاید نکنم یعنی شاید پسش بر نیومدم، اما
اگر مثلا میتونم احساس کنم که باید برای شما یه کاری انجام بدم، برای شما که میکنم تمام میشه، دوباره یکی دیگه میاد تو ذهنم. مثلا میتونه مامانم باشه، بعد یا بابام میاد تو ذهنم، بعد یا زنم میاد تو ذهنم. دست خودم نیست. اون موقع که مینداختم همه تقصیرها رو گردن خودم، اگه نبود، اگه سخت بود، من همیشه خودم گردن میگیرم. اونجایی که خودم گردن گرفتم، اونجا احساس کردم یکم بزرگ شدم. که خیلی هم زود گردن گرفتم، کوچولو بودم. چند سالت بوده؟ 17 18. یعنی 17 18 سالگی گفتی میرسم خودم باید هر کاری خودم باید بکنم دیگه. یعنی هم اگر اون ور دوریم کم سن و سال، یه دوستی رفیقی و بچه‌ای که منو میشناسن بوده، بدون که داشت خودت اصلا چرا بقیه، میدونی چی میگم؟ بعد وقتی هم که توقع میکنی میخوای تکیه کنی نشه، که خب باز خالی میشه پشت. رو خودت حساب کن که با خودت دیگه، که به خودت که دروغ نمیگی، با خودت میبندی محکم‌ترین قرارداد ممکنه. با کسی دیگه نبند. خودت با بنده که اصلا نبند، خودش. خودت و خودش. آره تمام. این درسته. و یه سوالی، من نفهمیدم این نقطه کجا بوده محمد رضا. نمیدونم، به خدا جوابشو نمیدونم سوالتون. آره. ولی تو 17 ولی تو 17 سالگی یه لحظه احساس کردی که اون موقع که خودم احساس کردم که آره دیگه، سر کار که میری یکم کم که خودت رو پا خودت وای میسی، تازه اینی بابا چه هایی کرده واسه بدون ادعا، تازه میفهمی که دم همه بابا گرم خدا. آره زیاد، خیلی تو این وضعیه. بابا شده ها، بابا محمد رضا اصلا ببین. من میگم محمد رضا شایع اینجا باشه و برامون عصبانی و نخونه اصلا نمیشه. نه بابا مگه نگفتی واسه عیدا؟ نه خیلی عصبانیه. عصبانیه، میدونم خیلی عصبانیه، ولی از هممون باش خاطره داریم. بریم عصبانیه بشنویم به افتخار محمد رضا شایع. بفرمایید. یه جایی خوندم برای اینکه بخوای واقعیت رو از کسی بشنوی بهتره عصبانیش کنی. اونقدر عصبانی که قبل از اینکه فکر کنه شروع به حرف زدن کنه. هر جایی رو تحویل نگیر، هر جایی نرو شن داشته باش. اهمیت نداره کی حرف بیشتر. بریم. هر جایی رو تحویل نگیر، هر جایی نرو شن داشته باش. اهمیت نداره کی حرف بیشتر. بی اهمیت به همه شک داشته باش. برمیاد همه چی رو حلال نکن در طفلی دهنش که به من زدم فکری سرم ایده های نم شد زیر سهل قبله سر سارم همه بابت حس میکنم داشتان سر کارم کسایی که بغل کردم همه لبه داره زخمم تو و بیرون نفس راحت میکشم وقتی نیستم پیشم آدمایی که تو موقعیت بیشتر میشن تا از خواستمه که پیش دستی کرد دزد بیجا نکن هیچ کس هیچ وقت ادب آدم بیادب نکن گشتگی بکش گوشت سگ نخور تو خونه گریه کن تو کوچه پهن نشو نشونه هیچ کس صد پشت پرده تو خوشحال نمیشه خوشید کسی کام آدمای قشنگ تو سر و ریختشی اون که تو شرایط ضروری تجیب گذاشت و مون کنارت بگو بش رفیق بقیه آشنا همین تو فرستشونی واسه یه کار داشتنی حالا لیوان آب کاستنی میگن دریا گل شد و آبشار کبی آدم ها رو هرچی سگ بهتر بکنی بیشتر بندتن جنگ با خودت اونجا شروع میشه که میبینی مفتادی به یه بی‌ظرفیت جن بریم بگوش بشی اون یه نفر که خوش بینیم و به همه کش بگو حکمش چیه اون که درد و دل و عشقاتی منو به همه گفت مگه میشه دیگه مگه میشه باز اون آدم همیشه شد نمیشه
خریت محصه از حد به آدم ها باشون بیشتر افزد دلت اگه اضافه معرفت کرد همه لطفات میشه وظیفت داشت تو به یکی گل بده یه ما بعد ما دونه چک بزنش حق میده به خودش فوش بکشه تا زنده و مرده تا قبل بچه حالا به یکی چک بزن یه ما بعد ما بهش دونه گل بده غم میشه بذاره لب رو کف پای نشون میده روی کشبه منم به همه گل دادم لطف کردم حالا توقع دارم اگه رو این پسر بعد از دنیا نفاسی که شکسته های نمک دونا من مردون آدم خونگم ذات درستش و فاتحش رو خوندن پشیمون اگه باورتون کرد اگه بینتون گذاشت با پاکت پول فن اگه براتون نقشه نکشید اگه نفع خودشو دید بعد همه چی دیگه این کاسه سب به ترسی تجرب نکن شنیدی به گل زده چی من عصبانیه من که بهتون میگفتم ورقام چیه نه این که نگفتم به هر چی ازم خواستی نه این که هنو محال بری این که هنو امیدوارم به دل اونا که دل کوچیک دارن به اونا که محبتشونا میشمارن و من بی حساب کتاب به همشونش دادم بهم بگو حکمش چیه اون یه نفر که کش بینیم و به همه کش بگو حکمش چیه اون که درد و دل با عشقاتی منو به همه گفت مگه میشه دیگه مگه میشه باز اون آدم همیشه شد مرسی میخوامتون عجب حالی دارم مرسی عشق دادی خیلی حال داد آبو بهم بده یه ذره آب بهم بده مرسی به چیکار کردی به افتخار محمد رضا یه دونه بچهای تیم من که با عشق اینا شده هرچی شده به به ما که خیلی خوش گذشت به خدا جای همه اون کسایی که ما رو دارن میبینن اینجا خالیه کاش هممون یه بار کنار هم کنسرت بذاریم همه میگم این حال خوبمون با صدای محمد رضا به خدا میدونم این حال خوبمون با اتفاقاتی که این روزا میشنویم بهتر شده یه اتفاقاتی افتاده توی فضای مجازی فکر کنم پول مول بدیم نه پول مولی نیست الان ولی یه اتفاقاتی افتاده با مهیار آشتی کردی؟ رفیقمه دیگه حالا الان یه 6-7 ماه 5-6 ماه یه ذره تو ولی 5-6 سال رقم این با یه 3 تا آجر بعد که تو کل ساختمون رو نمیریزی بره ولی میشناسم دلشو میشناسم من میگم شاید دلتون تنگ شده باشه دلتون بخواد اما ببینید تنگ نشده باشه قربون دل جفتتون یعنی میخوای بگی اینجاست هم اینجا واسطه اینجا
ای جا قربونت برم من عزیز دلم. بچه دستمال کاغذی به ما بدین. وای قربونت برم. آقا سلام به همه. به افتخار مهیار. با میخواستم پس بعد واسش تولد بگیرم چه کار شد. دم عمو علی گرم که قربونت برم. دم شما گرم دعوت ما رو قبول کردی. این خوشگل ترین صحنه 403 به خدا. دم همتون گرم. تکه به من اصلا نمیتونم. یه جور اگه میخوام 24 ساعت هست قربونت برم. تو اون آهنگ رو برای معیار خوندی؟ باسه اصلا این شروعش از این داستان بودش. بعد اگه من بگم الان ولی بگو هرچی باید بگی. من به خودش یه سری خطا دادم. یعنی تو تیزر تورگی کاپشنی که خودش به من داده تنمه، با شلواری که خودش به من داده تنمه. یعنی تو قسمت دوش باز میگم نمیکشم دیگه تنهایی داداش، تو شد منتظر هم باشی باش. قربونت چاکریم. معیار چی شد؟ آره نه معیار میخوایم بخونه آهنگی که برای شایعه خونده رو، ولی میخوام ببینم چی شد خوندی برای محمد رضا. حالتو بگو یه خورده. دیگه نمیشد دیگه. یه چیزی اینجا مونده بود. یه او چجوری از اونجا معیار اومد. علی آقا چیکار میکنه؟ محمد رضا برای من یه رفیق معمولی نبود. خب از اول راهی که شروع کردم کمکم کرد، دستمو گرفت، تو خیلی چیزا به من کمک کرده محمد رضا. یعنی فقط موزیک نبوده، یعنی فقط میخواستم یه جوری برش گردونم محمد رضا رو. دلم تنگ شده بود باهاش بشینم پشت موتور بریم تهران رو بچرخونیم فقط. جونم. میخوای آهنگی که برای محمد رضا خونده رو همین الان برامون بخونه؟ آقا اون طرف میکروفونه. چه کاری علی آقا؟ نه الان حالشه، الان وقتشه. تو باید اینجا واستی. اسپانسر برنامه بازی‌ها شرکت محترم ویتا بیوتیکسه. ویتا بیوتیکس محصولات خیلی خفنی تولید میکنه برای سلامتی شما، برای بچه‌ها، برای خانم‌ها و آقایون بزرگسال. همچنین محصولاتی که میتونه کمک کنه برای حفظ سلامتیتون و بسیار مفید هست برای اینکه ویتامین‌های مورد نظرتون رو دریافت کنید. حتما اسم ولمن و ولومن رو شنیدین، اما این فقط 2 تا محصول از محصولات زیاد ویتا بیوتیکسه. لطفا همین الان برین صفحه اینستاگرامشون یا سایتشون ملاحظه کنین، ببینین چه محصولاتی داره که تک تکشون ممکنه مورد نیاز شما باشه و با فرمولاسیون درجه 1 و بسیار مفید و منحصر به فرد برای بدن. بازیو اون مثل داداشم هنوز با این که شکراب وسط خبر از دل تو ندارم، مثل چی دل تنگ واسه دروسی دشمنامونه و شاد دل بدخواه جفتمون، وصل هنو برادریم بهت گوش نده چی میگم پشتمون، تنها اومدیم تنها هم میریم ولی هنو داداشمی دلی هنو وسط میچسبونم پا بدون شیل پیلی گیریم، خودش میدونه ما کیم هنو تاج سر تخم چشه، خودش میدونه ما کیم حرف دل باید گفتشه، خودش میدونه ما کیم تا
ابد غمش غم منه، خودش میدونه با کیم، ظاهر میشم فقط زنگ بزنه. چیزی که داشتیم گرونه آدادا، تهرون تورگی داشتش یه نمونه با ما. نزا بکشه به فردا حتی دلمون تنگ به در چشمون سالار. جدا شدیم دلم نمیخواد ولی اپس همه چی تنهایی برای خودم میکشم حبس تو تکی. ندا بدی می جنگم تنهایی برات، خودش میدونه با کیم، هنو تازه سر تخم چشه. میدونه با کیم، خودش میدونه با کیم، تا ابد غمش غم منه، خودش میدونه. صدام هست؟ آره صدای تو هم هست. نیستش هم اومد. هست. همین خواستم صدام اگه هست. احساس دیوونمون کرده دیگه بود. یه هماهنگی چیزی ما که رفیقی میکرد. یه زدوبندی از پشت. عزیز دلم. خیلی شکریم. مرسی از همگی. دوستتون داریم زیاد. خیلی دمتون گرم. خیلی خیلی. خب من نمیدونم که قرار اصلا چه اتفاقی بیفته، ولی این لحظه ما هم نمیدونیم دیگه. شما نمیدونیم اصلا. من هدمیکم خاموشه. صدات ولی رساه. صدام هست ولی آره. من میگم من نکرتم. من میگم من نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته واقعا، ولی این صحنه ها، این اتفاقا گفتم تکرار نمیشه، چون من متوجه میشم همخون بودن کجاست. رفاقت خیلی گرونه. آره واقعا گرونه. آره داستان میدونی چیه؟ اینجوریه که من یادم یه بار 19-20 سالم بود. با من مثلا یه موقعی از خودش میخوام میدیم همیشه این حواست باشه از بنده بخوای هیچ چی کت نمیاد. به خدا گفتم که خدا یه ذره به ما رفیق بده، منو دورم پر رفیق کن. 50 تا رفیق داشتم ندونم چی. اون موقع فکر می‌کردم رفیقم، آشنا بودم. رفیقو مشتی نیست، دونه دونه اگر شانست بخوره پیدا می‌کنی. دقیقاً اینجوری نیست. یه اتفاقی افتاده بود، اگه دوست دارین نمیخوام تو این لحظه ها چیزی رو تلخ کنم، ولی چون یه مصاحبه مهیار کرده بود و اینا میخوام ببینم که چی شد یهو. یعنی اینو که آدم میبینه اونو نمیتونه اصلا باور کنه. واقعا اصلا نمیدونم چه جوری بگم، ولی نمیشه گفت. این وسط یه نفر یه چیزی رو تغییر میداد که من اینجوری شم. من تو زندگیم خیلی اشتباه داشتم علی آقا، یعنی اشتباهی داشتم که جبران ناپذیر بوده، هنوزم دارم تومونش رو میدم، ولی این یه دونه قلب خودم هم شکست. یعنی اگه برگردم عقب یه سری اشتباهات، مثلا من 16 سالم بود تو دستم نارنجک ترکید. اگه برگردم عقب نارنجکه رو میذارم به ترکه، مصاحبه بر نمیکنم. اینقدر آقا دیگه اصلا کل الان این بازیات بغل تو بغلی میاد. آره ببین میگه صحنه هاش پخش نشد علی آقا. برم یه تو بخش شعرت داری که با هم دوباره بره شمال. امسال میره شمال با هم؟ شادی آخه آره امسال 4 سال چون آره 100%. شمال چه جنوبو میتونم قول بدم علی آقا. جنوب 100% ولی شمالو 100% میریم. آره بابا با هم خوش میگذره علی آقا. آره. من زمان به قرآن واسه اینکه مثلا برنامه است و اصلا تنهایی وقتی داری میرسی بعد میبینی رفیقات مثلا نمیشه کارشون، حال نمیدی اصلا، حال نمیده. دقیقاً. یه ویدیو از آقای پژمان جمشیدی میدیدم توی اکسپلور، درست میگه، با هم قراره خوش بگذاری، تنهایی من همه چی دارم چیکار کنم مثلا. مهیار
بابا شدم میخوام- چه جمله‌ای میگه اصلا ببین چون بالاخره باید چیه؟ نصیحت کنم دیگه. آره دیگه رفتی تو فاز نصیحت. تولد مهیاره. ببین روش چی نوشته تورگی. جوهر نداشته. دمتون گرم، دم همتون گرم. به نظرم آره بریم 10 9 8 7 6 5 4 3 2 بزن مرسی کیکو محسن. نمیزنی شما رست نداری؟ چرا؟ محسن نه جان وایسا دیگه آخه الان باید بری بشوره دوباره دیگه. حالا میره میشوره. بعد تصویر بیزنیم تو صورتش دیگه. من آخه گفتم آخرین بخش کیکو بیارن خاله که کردن کیکو آخرین بخشه. بزنیم. نه خب پس میزنیم دیگه. آخه الان نزنیم چه الان به نظرم الان حیف کلوشه میشه. چیزی که خشکه بزنیم فعلا. آخه اصلا الان حال نمیده. پس بذار خودم بزنم دیگه. قبل اینکه بزنه یه چیزی جونم من بگم. بگو. من واقعا خدا رو شکر میکنم که چقدر جمع خودمونیه. آره خیلی حال میده. خدا رو شکر میکنم که این قضیه به 404 نکشید داداشی و زیادم بود. تولدم و امسالم تونستم کنارت باشم. فقط خواستی بزنی میکروفون رو به ببین به فکر حفاظت کن. اوکی چش. همین؟ اصلی علی ولی کیک و دشمنم خوبه که صورت. بزن آقا بزن. دمتون گرم. آه کیکم خوردی. بچه پایین سوخت نمیده. کیک خوبه هزینه کردی کیک خوبه. آره نه کیک خیلی خوبه. آقا بزنید بعدش حتما. به دمتون به گرم. من برای رفیقیم دیگه به منم میشه یه دونه. بله حتما. خب من میخواستم سوال بپرسم از مهیار. بفهمید. یه خورده راجع به مهیار. خاطر آره من محمد رضا هستم. بله محمد رضا مهیار. یه خورده راجع به خاطراتش برامون بگه، چون توی شعرات همیشه هست، از رفاقتتون، از خاطراتی که با هم، اونها قابل پخشه، یعنی اونایی که من میتونم بدونم. خب پس سکوت. پس چون از اول تا آخر بوقه. قابل پخش سکوت. بوق. یه خورده از خاطرات ولی بگی. بوق باحال میکنه ویدیو رو. آره خیلی. آره. پس بگو. این کلش بوق میشه. چی خاطره چی نداریم. خاطره چی نداریم. ولی اینکه چجوری شد تو موزیک اومدی، دوست داری راجعش صحبت کنی الان تو این جمع؟ چجوری شد با محمد رضا آشنا شدم یا کلا؟ آشناییتون رو اول بگو، بعدش هم بریم تو موزیک. آشناییمون اینجوری بود که یه شماره قرار داد توی- بهم. محمد رضا یه دونه کار داشت میساخت اسمش این جانب بود. بعد 98 97 یا 8 8 98 بعد تو استودیو قرار داشتیم، در باز شد، من یه دفعه رفتم سمت محمد رضا گفتم سلام محمد رضا. بعد گفت من تو قیافمو این نشون کارا نداده بودم دیدی؟ آخه. من نمیدونست مثلا من چه شکلیه. گفت تا حالا منو مگه دیدی؟ از کجا فهمیدی من محمد رضا ام؟ گفتم حسم میگه تو محمد رضایی. عزیزم. بعد گفت بیا واسه این کارا ببین میتونی یه ملودی در بیاری. بعد من یه شعری نوشتم، محمد رضا گفت تو خلاصه اینجا نه. می‌نویسی؟ گفتم آره. بعد گفت خب همینو من ادیت میکنم دیگه. اونجا برگشتنی تو ماشین داشت منو تا یه جا میرسون دیگه. داشتم ماشین اون موقع. آره بس خوب بود از اولا. هی میگی نه. خب چشتو بگیر علی. 206 دیگه. نه دوران 206 من نبودم. دیدی؟ مزدا تیری شده. دیدی؟ چشمو گرفت. چشم. و اونجا رابطه شروع کاری شد شکل دیگه. گرفت، یعنی اصلی شکل گرفت. ها بیشتر رفیق شدیم چون چند روز بعدش زنگ زد گفت میای با هم بریم رفتیم کردان با هم دیگه. کردان که اصلا نمیشه کلمش همینه. بود کردانو بوق بذار. کردان اصلا نمیشه صحبت کرد. کردانو بوق. رفتیم بوق. نه با رفتیم آتیش درست کردیم سیب زمینی. آره بله. میدونم 2 نفره.
بلال و اینا. اصل موضوع تو اونجاست. بازیا با کی حاضر فیت بدی؟ حاضرم یا دوست داری فیت بدی؟ تو رپ فقط هر جا. من خیلی باعث افتخارم هر جایی که هنوز باشم همکاری نکردم شخص خیلی ها ولی با قدیمی هایی که الان یه ذره سنشون بالاتر با سیاوش قمیشی خیلی دوست دارم با بچه های رپ هم که همه چشم همه اصلا عالی. شما با کی؟ یه هم علی ما ته داستان رو دیدیم دیگه. ای عزیزم یه فضایی توی رپ پیش اومده. ما با محمد رضا راجبش حرف زدیم. اونم اینه که حتما که هیچ نقشی رپ فارسی در وضعیت آسیب‌های اجتماعی ندارد. اینو من مطمئنم. اما شاید هم داشته باشه ولی تو رشدهای اجتماعی هم خیلی تاثیر داشته. حتما تو رشد اجتماعی من تاثیر تو خیابون دیدم یه موقع دوستی ما رو میبینه میگه من بعد این آهنگ حالا نه من فلانی رفتم سر کار بعد آهنگ فلانی اینجوری اتفاق واسم افتاده. خوباش هم ببینید. آره حتما همه چی بعد خوب داره. حتما. نه من که معتقدم رشد داده به جامعه، اما مسئله اینه که استفاده زیاد از دل خودش بدون امکانات. دقیقاً. به نظرم افتخار داره اتفاقا. من یه سوالی دارم. از اول برنامه گذاشت من یه جمله رو تکمیل کنم. یعنی همش اومد وسط جمله. بفهم. نه خاطره گذاشتیم ما تعریف کنیم، نه حرف زدیم. میخوام من برم. نه چکه. من میخواستم راجع به خب میگم حالا هوای رپ امروز صحبت کنم. بالاخره من اینو چون با هم یه بار گپ زدیم راجبش میخوام از مهیار بپرسم. بعضی موقع استفاده بیش از اندازه در مورد مواد و بریم مواد بزنیم و از این حرف ها یه آسیب های روی دختر پسرای 14 سالمون داره که آره خودم که تو برنامه قبلی هم گفتم دقیقاً. من به کردم و میگم نکنید دیگه. بعد کلاس آموزشی که نیست خودمون دیگه خوبه؟ خوب نیست دیگه. آره واقعا دوران طلایی داره هر چیزی. 5 روز اول بعدش دیگه وظیفته. اینا فقط به تو یه ذهنیتی میده که با اینا اگه اینا نباشه دیگه نمیشه خوشحال بود. میفهمم. این چجوری بگم شرطی شدن ذهنته. تا اگه میخوای ذهنتو شرطی کنی یعنی اولا که فکر کنم بازی نیست چاهه. میری بعد میبینی چجوری دیگه حالا برم بالا، حالا دیگه تو بدو راه فرار بدو. دقیقاً. تو نمیخوای نکته بگی؟ بابا شدن اصلا جمله فقط جمله میگی. پسرم عزیزم راجع به این موضوع دیگه من خودم هر چی میکشم از دست گذشته‌ایه که میکشم از دست داستان بوده دیگه. و یه سری چیزا بعضیا تو آهنگاشون میگن اصلا دارم خیلی چیزا دیگه عادی سازی داره میشه. من خودم که من پسر خیابونم، یعنی واسه منم خیلی شبکه‌ای نیست الان این حرفا که دارم میزنم. میدونی چی میگم؟ دایی واقعا تاثیر داره. چرت دیگه خودمون دیگه میفهمیم دیگه. میدونم. ببخشید من اگه دوست نداری در میاریم. یعنی تو درگیرش بودی؟ من بودم بله. و الان خدا رو شکر 1 سال و 4 ماه. خیلی دست دادم. خدا رو شکر. ولی هنوز
تاثیرا رومه دیگه. 100% الان دقیقه اینجوری نیستش که همه درگیرن علی آقا. چون میگم اون تو برنامه قبلی گفتم اعتیاد نمیتونن که الان همین چیزی که هستن اعتیاد دیگه. بله متوجه کج نباید بشه که حتما وقتی ذهن تارش خوب نیست. میفهمم. بزن. الان نزدیک عیده، یه سوال مشترک بپرسم لطفاً دوتاتون جواب بدین، بعد میخوایم همزمان با یک نه سوال. همزمان نه یه جمله سالم تو برنامه من ندارم. اصلا یک معیار داره رو پایی میزنه. آقا بهش گفتم که بیا تو برنامه با هم یه تو تهرون بخونیم. برنامه میشه یه ساعت خورده شد. آقا تو رو خدا بذار من حرف بزنم. تو رو حضرت عباس خستم کردی. گفتم بیا با هم توی برنامه‌ای داشته باشیم و بخونی و اینا. گفت بیام رو پایی هم بزنم. من جمله‌مو نمیگم، سوالم محمد هم رضا باید حرف بزنه دیگه. یه بار خونه‌اش بودیم و یکی از رفیقامون لامپو روشن کرد رفت خاموش کرد، گفت خونه منه. خونه منه. تو این قسمت محمد رضا قرار فقط سکوت کنه. یعنی من میخوام بپرسم حالت چطوره؟ سکوت. حالت چطوره؟ ردیفم سکوت نمیدونی؟ اصلا نمیتونم علی آقا. من الان یه جا هم وایسا خیلی اصلا نمیشه. آره من واقعا. پست قبلی رو دیدی صندلی تکون بلند. بعد و اینو اصلا نعمت خدا میدونم این که مثلا قرص بدن آروم بشم و دوست ندارم که دیگه یعنی هیجان جونم داری؟ بیشتره. آره. و یه چیزی گفتی جالب بود. گفتی وقتی عصبانی میشم میرم تو خیابون همیشه قدم میزنم. قدم زیاد. بعد اصلا نمیرسم میدم دیگه. عصبانی میشی چی کار میکنی؟ نه یا فقط بغض. یا میگی جای معیارم جواب میدی. نه سرسنگین وایسم باش. شرایط ازت تغییر میکنه. کتت کو؟ گرم شد. دیزاین ها آها باشه، یعنی گرم یه وقتایی شد دیگه. یه با ذره گرم. گنگش بیشتره. آندرگرند آندرگرند. دو تا کلمه یاد گرفتم، یا میگه آندرگرند یا میگه گنگه یا میگه آندرگرند. آقا دستات هم داره اینجوری میشه. فیزیوتراپی بگم علی آقا. یه خط انداخته بودم کنار موام. نه بابا به دیده خدا. نشده اون تصویر. عکسی اصلا- ازش هست. آره یا بابا علی اون استوری گرفتم باهاش. پوستر تو اتاقمه این. به قرآن به خدا الگو. خط کیه ایشون؟ علی آقا. علی آقا. بعد ادبیاتم تغییر کرده بود. تایمو بگیرم علی آقا. چیو؟ که نمیذاره حرف بزنم؟ تتو بزنم. اوه نه این کار رو فکر نمی کنم هرگز بکنم. چون من حرفا که امروز میزنم و ممکن فردا بهش باور نداشته باشم. چجوری یه چیزی رو در من بدنم؟ میزنم دیگه. من همه اینا رمزی میبری دیگه همون علی. این تنها چیزیه که با خودت میبری. بله رو بدنت میمونه و میبری. اصلا به خاطر خدای همین. قشنگ گفتش. آره. منم نگاهش آره نگاه میکنم اینا اکثرا قول اینا چی هست اصلا؟ رمزی خودم میدونم به خودش. خب نمیشه بگی؟ یه دونشو گفتم نوگمبل. آها. و این فیلم کنم بچه اولم چون قبلا هم گفته بودم که چند ماه دیگه منم دخترم توی کم من گفته بودم فیلم کنم دختر میشه بچه‌م. اسمش رو خواستم بزنم صدا. آها. دیگه اسم دختر یعنی بچه دومت ان شاءالله دختر میشه اسمش رو میذاری حالا صدا. نشرمو چیکار کنیم؟ سومی پسر 4 پسر 5 پسر. وای خونه صداش شادی داره دیوونه میشه تو خونه. 8 تا پسر. 8 تا پشت سرم. یکی داره رو پای میزنه یکی داره باید یه دختر به خدا بهم بده صدا رو بالاخره عطا کردم. دیگه زدیم دیگه. حالا شاید کردم این صدرای او دیگه تغییر بکنه. اولی کسی که بهش عید و تبریک میگین سوال مشترکه. محمد رضا. من که شادی پیشم از زن نه دیگه پسرم نیه. عزیز دل. شما؟ من زیاد اهل این چیزا نیستم. تبریک میگی؟ به هیچ دستی چی؟ که پیشمونه دیگه. یعنی اصلا زنگ نمیذاره مثلا به محمد رضا تبریک بگی؟ پیشم بودیم آخه. بیشتر عیدا. ولی یه چی بگم؟ جون دل. تبریک عید مال فامیله. ولی تو مشکل فامیل نیست. آره. ما تو مشکل به هم زنگ میزنیم. یه جوری زنگم نمیزنیم. اون یکی میفهمه. من همیشه یه جمله دارم میگم که رفیقات خانواده ان که خودت انتخاب کنی. آره واقعا. الان
این تورگی ما این که اینجا بود کوشش تورگی شما عمو حسین حسین توکلی میگم. فکر کنم تنهات گذاشتم. حسین توکلی تورگی ول کرد. یه تورگی دیگه هم اینجاست که نمیتونم اسمشو بگم. اسمش بده؟ نه اسمش قشنگه خیلی. عمو خیلی زحمت میکشه علی آقا سر برنامه. خیلی واقعا. بله. الان یه جمله به من گفت یه جوری منو به هم ریخت، گفتم کل این برنامه رو نمیخوام، اومدم برم. انقدر به هم ریخت. اصلا رفتیم بیرون یه 10 دقیقه با هم گریه میکردیم، بغل کردیم هم اومدیم تو. دمتون گرم. همینش باحاله. بزن. به افتخار علی آقا و حسین خان. من فدات شم. شکریم. ما دیگه میخوایم خداحافظی کنیم. خداحافظی هم بدون هم. مرسی از شما. به خدا. آقا فقط یه نکته بهتون بگم. اون امشب شب خیلی خاطر انگیز. الا قربونت برم. مرسی از شما که اومدید. مرسی از شما که بزرگم این قربون شما برم. فداتون. برنامه رو چیدی که من بتونم ممنون رو ببینم. دستن در کارم. قربونتون برم. دم هر دوتاتون گرم. از محسنم من تشکر کنم. محسن چشم نور چشم محسن عزیز رفیق با معرفت، انجام هزار، حرف هیچ. آره انجام هزار عمل. محسن متفکریان سربازتم. تا شامل آهنگسازم محمد، آهنگسازم رفیقام علی آقا. ما این آقا صالح اون زمان که من قیافه‌مو نشون نمیدادم مثلا برام کارهای تصویرم از اون موقع داره انجام میده. ببین بچه‌هایی که هستن خیلی زحمت من کشیدن رفیقام. زحمت ما رو با ایناست که اصلا هستیم. قدرشون رو خیلی میدونیم. خیلی دقیقاً. شما حالا چون گفتی از بچه‌های خودت، منم ستون مرسی واسه دارم. حسین توکلی که اسمشو گفتی، خواهرم شیما که کلی جان مهدی اومد تصویر میگیره. خیلی زحمت منو میکشه. مهدی دمت گرم. از محسن هم لطفاً یه تصویر میشه بگیریم. از محسن هم تصویر بگیر. ولی حتی تو تشکر از رفیقام هم نمیذاره من حرفم تکمیل بشه. اسمشونو بگو من تشکر کنم. برنامه منه. من که اینجوری کردم. خب نه بذار من حرفم بذار. دو تا تشکر تا گفتم خواهرم محسنم رفیقمه اونجاست. هیچی. خیلی شکریم. اون سکانس نقی رو دیدی هم ولی میگه من حرف زیاد میزنم، اخلاق بد زیاد دارم، ولی هیچ کس حق اعتراض به من نداره. میدونی به من میگه زنگ میزدم بهش میگم الو چطوری نقی؟ عزیزم ولش کن، من هیچ کسی رو نمیگم. ببخشید پرافی. آقا کیف کردیم. عادت کن دیگه علی آقا. من فدات دست از سر در نمیارم. خیلی قربونت برم. فدات شم. ان شاء الله. مرسی همگی. خاموش باشی که دیگه. بچا مرسی. میکروفون دستی‌ها رو سینا باز کن اگه اشکال نداره. ولی دمتون گرم. رفاقتتون پایدار. خیلی مخلص. ان شاء الله بیشتر بشنویم، کیف کنیم. مرسی از شما. یه بغلم به من بده ببینم. خیلی مخلصی. قوی علی آقا. آره بعدم خیلی در دو ورزش زیاد دیگه. ورزیده. برنامه‌ام فقط صبح ورزش. انگشتات داره اینجوری. چی شد حواست؟ هیچی دیگه داریم. با هم حرف داشتن یه مقدار. آره. خداحافظی داریم میکنیم. آره خداحافظی داریم. خداحافظ. بابا بهبهو بشنویم. بابا بهبهو بشنویم. آره. تکستشو یه دقیقه. آها تکستشو داری پیدا می‌کنی. بابا هم آهنگ نکردین شاید یادمون نباشه. باشه. تکستش پیدا کن. حافظم. تکستشو پیدا کن. آقا اینترنت نداریم. تو این برنامه بگین نمی‌خواستیم کسی بدونه ولی معیار آلزایمر. تکست بابا بهبهو اونجا اگه سرچ کنی بدیم به ما خیلی دمت گرم. چون اینترنت اون دم در هست. علی آقا اومد. بزن. اما حسین خیلی چکریم. گفتم من تورگیم اینجا صدات کردم نبودی. بعد گفت از میکروفون رو بهش میدی اگه اشکال نداره. نه. گفت از 4 صبح. بچه صدا اما حسین صدا شما. یه بار دیگه بفتاد اما حسین. پیدا شد.
تو دنیا یه چیز خیلی قشنگیه، شما دوتا الان کنار همین و ما داره حال میکنیم و شما دوتا کنار هم و خیلی از تورگی‌های فقط ما دیگه دوتا یه خیلی فرقی داریم، چی؟ هیچ موقع هم دیگه رو تنها نذاشتیم. واقعا دمت الان گرم. گفتم تعریف کردم، گفتم یه حرفی به من زد کشتمش بیرون، گفتم من همه این برنامه ها رو نمیخوام. 10 دقیقه داشتیم با هم گریه میکردیم. مهم اینه تو دلت تنها نذاری. قربونت. آی جان باریکلا محمد رضا شایع. هدیه الان چی گرفتی برای آقا پسر؟ نه کادو تولدشه امشب. بعد هدیه من ایشون برای حالا بذار دنیا بیا. من که سورپرایزیه. آره. آهنگ بخون برای پسرش. اما حسین برید تو کار پوشک و شیرخوش. هزینه ها سعی کنید از زیاده. هزینه ها کم کنید دیگه. دمتون گرم. بریم بشنویم. مرسی، متشکرم. یک آقا فایل درسته؟ به افتخار محمد رضا شایع و مهیار. خیلی چکریم. بریم ما هم. یک بابا به به چه رنگی، عجب آفتاب قشنگی، زندم جایزستی، همین نقطه از جای اصلی. خوبتر از همیشمم، نه شبیشونم نه شبی منم، نه سلیقه‌شونم نه سلیقمه، نه تاییدشونم نه تاییدمه. خوشم و خوره دیروز خودم رو بردم، دلم رو گوش میدم ول کردم مخم و کله. میرسم به این آدم که تو هر شرایطی میخوادم، میرسم به خودم مشتی گیر میشم نیاد کسی یادم. بابا به به این سم به این تخت، بابا به به ریختم بد نیستم، میخورم از انگور هموندش نبزم کوک، میتپ قلبم خوب خدای من ممنون. میگم و میخندم مدام، صدای قلبم خدا خوشوانم من دست و پا، مهم نی اصلا کدام. میگم و میخندم بلند، خوشیام زب در دوان، مخم جارست از قصقلم، خوشم میاد از خودم. مرسی دمتون گرم، عشق منه. مرسی 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 هم وجودتون، خیلی خوش گذشت امشب بهمون. مرسی. جمعه داداشی. به افتخار هر دوتاشون یه دست. مرسی 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 عشق منی. ممنون ممنون. آقا خیلی خوش گذشت کنارتون. خوش گذشت کنار شما خیلی. قربونتون. بچه‌ها دمتون گرم. عشق کردیم. دم شما خب گرم. کنسرت‌های خارجی این صفای این خاکو نداره بابا. نداره به بابا. خدا. یه بار با آقای ولی جواد باز دم بچه که میان گرم. بابا ولش کن بیا خداحافظی کنیم. خدا تو رو قرآن به قرآن نگی نمیذارم. یه بار با آقای جوادی اساری گفتم که شما که 45 ساله نتونستی بخونی چرا موندی؟ گفت خاکمه بابا. کجا بریم آخه؟ کجا بریم؟ خاکمونه. اصلا اینو گفت من به هم ریختم. ما آدم 10 روزش هم نیستیم. دقیقاً. به افتخار ایران. فقط دمت گرم. مرسی مرسی مرسی. امشب خیلی به ما خوش گذشت. به ما بیشتر. یکی از بهترین شب‌های زندگیم بود. هر جفتتون رو کنار هم دیدم. مرسی اصلا. قربونت برم اگر جان. قلب منی. مرسی. فدات شم. قلب من. وزن اسمت چی میشه؟ چی؟ زیو. نه باشه. علی زیو. علی زیو. قلب من. ماشی هستی. اسپانسر برنامه بازی‌ها شرکت محترم ویتا بیوتیکسه. ویتا بیوتیکس محصولات خیلی خفنی تولید میکنه برای سلامتی شما، برای بچه‌ها، برای خانم‌ها و آقایون بزرگسال. همچنین محصولاتی که میتونه کمک کنه برای حفظ سلامتیتون و بسیار مفید هست برای اینکه ویتامین‌های مورد نظرتون رو دریافت کنید.
حتما اسم ولمن و ولومن رو شنیدین، اما این فقط 2 تا محصول از محصولات زیاد ویتا بیوتکسه. لطفا همین الان برین صفحه اینستاگرامشون یا سایتشون ملاحظه کنین ببینین چه محصولاتی داره که تک تکشون ممکنه مورد نیاز شما باشه و با یه فرمولاسیون درجه 1 و بسیار مفید و منحصر به فرد برای بدن. بازی